سلام به شما بیننده های تی پلاس. قرار بود ما هر هفته یه تئاتر کمدی موزیکال باحال رو برای شما معرفی کنیم که برین فقط بخندید توش. امشب اومدیم تئاتر کمدی موزیکال پرویز و پونه، نویسنده و کارگردانش آقای سوران قادریه، یکی از تهیه کننده های قدر کارهای نمایشی کمدی موزیکال که فکر میکنم 2-3 تا نمایش رو توی تهران داره اجرا میره. با تریبونازاد 23 در خدمتتون هستیم. اتوبان به این شلوغی همه با ماشین تردد میکنن، شما با پای پیاده چرا؟ آقا عرض کنم خدمت شما که من یک کارمند ساده هستم با درآمد بسیار ناچیز، حتی پول کرایه تاکسی هم ندارد، همیشه این مسیر پیاده میرم میام. اگر امکان داره این مسئولین رسیدگی کنن این سنگه که دیگه شنقه گرم کرده. نمایش قبلیتون عشق اجباری یکی از پرمخاطب ترین نمایش‌های تهران بود. نظر لطف شما. واقعا اومده بودم لذت بردم و اینکه حالا پرویز و پونه تونسته توی این مدتی که داره اجرا میره با مخاطب ارتباط برقرار بکنه، سالن 700 نفر آدم بیان نمایشو ببینن. کارهایی رو انجام نمیدم که در شأن خانواده نباشه. یعنی کار من کاریه که خانواده به راحتی میتونه بچه‌شو برداره بیاره. یعنی بچه بشینه و دوچار هیچ مشکلی نشه، یعنی دور از حرفای رکیک یا اتفاقات چیز باشه، جوری باشه که مثلا حالا یا برای سن اون بچه حالا مناسب نباشه. یه آقای میاد یا خانم میاد نمایش ما رو میبینه، راضی ازش میره، هم محیط کارش یا دوستاش اقوامش میگه من رفتم فلان جای ساعت خوبی داشتم، مثلا چند ساعت شاد بودم، خندیدم و لذت بردم، معرفی میکنه ما رو. آقا سلام. سلام. خسته نباشید. مرسی چی شده از بیرون دارین نمایش نگاه می‌کنین؟ که کوچولوی خورده اذیت کرد اومدیم بیرون دیگه. سلام. خب راضی بودین تا؟ عالی بوده، خدا را شکر عالی بوده. ما بار اولمونه ولی دوستان 3 باری تشریف آوردن. بالاخره فانی بودش، با خانواده اومدیم دور هم دیگه، نمایش بدی نبود، خوب بود. خیلی خوب بود، فوق العاده پرهیجان، شاد، عالی. تا حالا انقدر خنده بودی؟ نه من اولین بار بود میومدم تئاتر، ولی این تئاتر کاری کرد که شاید دیگه هفته حداقل یه بار رو بیام. راضی بودی از این هزینه‌ای که پرداخت کردی؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، فوق العاده بود. عرضم حضورتون که عرض کردم من اولین بار بود ولی قطعاً از این به بعد هفته یه بار رو میام. عالی بود. از 20 بخوای بهش نمره بدی چند میدی؟ 20. خیلی خوبه، به همه پیشنهاد میدم که حتما بیاین ببینین، استفاده بکنین، لذت ببرید. نمایش فوق العاده عالی بود، یعنی مطالبی بودش که
توی جامعهمون هست ولی دقت نمیشه بهش. در زندگی روزمره سخت شده انقدر گیر و گرفتاری همچین چیزایی لازمه تو طول هفته آدم بیاد با خانواده یه فانی باشه دور هم دیگه تفریح بکنن. ما 10 نفر بودیم با هزینه 20 تومن. این تئاتر موزیکالی که اومدیم با اینکه هزینه‌اش 200 تومن بود ولی من فکر کنم خیلی بهتر از هزینه‌های دیگه بودش. خیلی هم خوش گذشت. چند سال ما سعی کردیم یک سالن خانوادگی داشته باشیم. به خاطر همینم یک سری تماشاچی‌ها کلا خب میان کار ما رو میبینن، با سینما بولوار آشنان، میان کار ما، یا حالا فرق نمیکنه ما فعلا اینجاییم، شاید سال بعد جای دیگه باشیم. شماره های ما رو دارن، مثلا تو سیستم پیامکی ما اونایی که میخوان از برنامه ما اطلاع داشته باشن معمولا ما یه شماره پیامکی داریم، شماره 109944. این اس ام اس که میده به ما به همون 109944 خود به خود شمارهش میاد تو سیستم ما و کار جدید که میاد خود به خود براش دوباره اس ام اس میاد یا آفر چیزی باشه براش اس ام اس میاد. یا الان یه سایتی هم ساختیم برای همین گروه نمایش نیلا که اصلا سایتمون به شکلی که تماشاچی میتونه وارد سایت بشه، حتی صندلیشو خرید بکنه، یعنی انتخاب بکنه صندلی که میخواد بشینه رو. سایت الان بالا اومده فکر کنم ان شاء الله از 10 15 روز دیگه میاد بالا، همون اسم همون نیلا تیکت میاد بالا. ولی یعنی میاد وارد سایت میشه، حتی سایت سانسش انتخاب میکنه، روزی که میخواد بیاد ساعتش انتخاب میکنه و حتی صندلی که میخواد بشینه رو میتونه انتخاب کنه و راحت بلیط شاید تو خونه خرید کنه. خرید میکنه بعد دیگه راحت میاد اونجا. بله. حالا تو همون صفحه ما اخبار گذاشتیم، تبلیغات گذاشتیم، حتی میتونن ما جایی برای برندها یا کسب و کارهایی که میخوان تبلیغ بکنن توی سایت ما جایی برای اونا تعبیه کردیم. الان صفحه اینستاگراممون هم فعال به اسم نیلا گروپ دات 94. نیلا گروپ، بله نیلا گروپ دات 94 با سیستم یعنی پیج اینستاگرامی که میتونن مردم فالو بکنن و وقتی فالو کنن اطلاعات، خبر، عکس از کارمون، اتفاقاتی براشون خود به خود میره. ما تمام سعیمون اینه که بخوایم مردم رو راضی نگه داریم و ساعت خوشی رو براشون به وجود بیاریم و این مستلزم این هستش که تماشاچی حضور داشته باشه. یعنی ما استمرار کارمون به حضور تماشاچی ربط داره. تماشاچی باید باشه که ما باشیم و حمایت بکنن. اگر حمایت نکنن، حضور نداشته باشن، ناخودآگاه چراغا خاموش، همونجوری که گفتم چراغ سالن تئاتر خاموش میشه و باید تعطیل کنیم همه. فکر میکنم که هر چقدر حمایت بیشتر باشه، ناخودآگاه سطح لولی کارها هم بالاتر بره. حتما اگه میخوایم با خانواده 2 ساعت شاد باشین و بخندید، این نمایش رو به شما پیشنهاد میکنم که بیاین تجربهش بکنین. بولوار کشاورز روبروی پارک لاله، نبش خیابون 16 آذر، سینما تئاتر بولوار.